نماز کسوف و خسوف. دو آیات از آیات الله تعالی خورشید و ماه است که با آن بندگانش را بیم می‌دهد تا به سوی خدا برگردند، چنانچه در حدیث آمده است: با آنها بندگانش را بیم می‌دهد، هرگاه گرفتگی به آنها رخ داد به سوی نماز بشتابید. برای خورشید و ماه به مرگ و زندگی کسی گرفتگی رخ نمی‌دهد، بلکه آنها دو نشانه از علامت‌های الله عزوجل هستند و هنگامی که به وقوع پیوست سنت است تا برای الله سبحانه و تعالی نماز خواند، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم: خورشید و ماه دو علامت از علامت‌های الله تعالی بوده که به مرگ و زندگی کسی گرفتگی برای آنها رخ نمی‌دهد، با آنها بندگانش را بیم می‌دهد، هرگاه گرفتگی به آنها رخ داد به سوی نماز بشتابید. وقت نماز از آغاز کسوف و یا خسوف تا پایان یافتنش می باشد و نمازگزار نمازش را به اتمام می رساند، اگرچه خسوف و کسوف پیش از آن پایان یافته بود. اگر نماز پایان یافت قبل از اینکه خسوف و یا کسوف پایان یافته باشد، نماز را اعاده نمی کند، بلکه به دعا و طلب مغفرت تا هنگامی که گرفتگی خورشید و یا مهتاب پایان نیافته ادامه می دهد. و شیوه نماز این است که برای نماز اینطور ندا می کند: الصلاة جامعه. و هرگاه مردم جمع شدند، امام با آنها 2 رکعت نماز طولانی می خواند. با صدای بلند قرائت می کند. در رکعت اول سوره فاتحه را با سوره طولانی دیگری می خواند. پس از آن رکوعی طولانی می کند. بعد از آن با گفتن سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد از رکوع بلند شده، بار دیگر سوره فاتحه را با سوره دیگری که اندکی از سوره اولی کوتاه‌تر باشد می خواند. پس از آن رکوع می کند اندکی کوتاه‌تر از رکوع اول. بعد از آن با گفتن سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد از رکوع بلند می شود. سپس 2 سجده مطول می کند و در میان آن دو می نشیند ولی طولانی نمی کند. پس از آن تکبیرگویان از سجده دوم بلند شده و رکعت دوم را مانند رکعت اول با قیام و رکوع و سجده اش می خواند و نسبت به رکعت اول اندکی کوتاه‌تر. پس از آن می نشیند و تشهد خوانده سلام می دهد. وصف نماز از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت شده که فرمود: در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم خورشید گرفتگی رخ داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با مردم نماز خواندند، به قیام ایستاده طولانی اش کردند، سپس رکوعی طولانی نمودند، پس از آن به قیام برخاسته باز هم قیام را مطول کردند نمانند اول. بعد از آن رکوعی طولانی کردند نمانند اول، پس از آن به سجده رفته سجده طولانی کردند. بعد از آن رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول ادا کردند. سپس به نماز پایان دادند در حالی که آفتاب روشن شده بود. بعد از آن برای مردم ایراد خطبه نمودند. حمد و سپاس الله تعالی را گفته فرمودند: خورشید و ماه 2 علامت از علامت‌های الله تعالی بوده که به مرگ و زندگی کسی گرفتگی برای آنها رخ نمی‌دهد. هرگاه گرفتگی آنها را دیدید به دعای الله و تکبیرگویی و نمازخوانی و صدقه دادن بپردازید. و سنت است تا نماز کسوف و خسوف را با جماعت بخوانند و اگر به تنهایی خواند اشکالی ندارد. و نیز سنت است تا نماز در مسجد باشد و در مورد مشارکت زنان ممانعتی وجود ندارد. و همچنین سنت است تا نماز را با قیام و رکوع و سجودش طولانی کنند، مگر اینکه کسوف و یا خسوف پایان یابد، پس نماز را کوتاه بخوانند. و نیز سنت است تا قیام، رکوع و سجود رکعت دوم را نسبت به اول کوتاه‌تر کنند. و نیز سنت است که بعد از نماز به موعظه بپردازند، به مردم از قدرت الله تعالی و بیان حکمت کسوف سخن بگویند و مردم را به انجام طاعات و ترک منکرات برانگیزند. و نیز سنت است تا دعا و تضرع و زاری و استغفار بسیار گویند و صدقه دهی و سایر اعمال صالحه نیز بسیار انجام دهند تا اینکه الله تعالی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را پایان دهد. شناسایی سبب خسوف و کسوف به وسیله علم عصری به این مطلب آسیبی نمی رساند که آن دو
نشانه‌هایی از نشانهای الله تعالی هستند که به بندگانش بیم می‌دهد و نماز کسوف و خسوف به مجرد شایعه خبر آن خوانده نمی‌شود، بلکه وقوع آن را به وضاحت باید مشاهده کرد. اگر خسوف و کسوف دانسته نشد مگر بعد از پایان یافتن آنها، پس نماز خوانده نمی‌شود. و کسوف اگر در اوقات نهی از نماز رخ داد نیز نماز کسوف خوانده می‌شود. و دریافت رکعت اول در نماز کسوف با دریافت رکوع اول است. پس کسی که رکوع اول از او گذشت ولی رکوع دوم را دریافت، این رکعت از وی فوت شده محسوب می گردد که باید بعد از سلام دادن امام آن را به همان وصفی که گفته شد تکمیل کند.